رویشته خونوکه بابا کی بابا میگه به می خونوکی ها خونه به در جا دستم این پیار خون بابا کجا برو ما برادر من گناه ندارم به در جا من پلی کویسی گرم خوب به می خونوکی ها هم دروغ بیا آتیش دردم با کینه با خوارم به این زمستون چی بایه الو داده ایشتریم خیلیتیم جانجوری سراورده چوچه پوی رمزون همه خوبه همگی شکر خوبم چی که پای خوارمه به اختیار خوشیشتی و سرمی زمین ای خود خوگرم میکنم با پا می گسپندا جان چری خیریت باشه آلی داده تو همی تحصیابی پرکار بری یاد کرده رئی خود اگه برشکست شده یعنی چی که من نمیتونم خود یعنی زندگی کنم همی گپم شد داره بعد ای گپا خود داده خوارمه آلی یعنی میگی چه کار میکنی؟ و بیلا اشتگه پا بی عقلی خوار بمیدنه طلاق خوارم از اون میسونی تو 10-15 ساله بخونیونی حالی طلاق خو میسونی دیگه پا ندی که ما سر خو ببینجی نمیخوایم میشته بالا گیری خوب با خدا در خیری به روی با میکنم میرم از اون کم دش روزی ترگستون حالی که به خاطری که دست تنگ شده اون نمی ما چه کار کنم؟ به چی خاک سیاه به سر خودیه؟ الان ما چه کار کنم؟ بی خوار مرتون نگاه کن هر دو پاک بیان کش کده ما طلاق خورمیستونو واب بیلا خود رمزون از بس لخرجی اگه به خود جب بکن چری تا برشکست بشد الان که این دره بده شد زنم به خونه این نمسته میگه ما طلاق خو میگیرم تو باش ما برو به پیار خو بگم بابا همیتا گفته دردیمه چکی بی هی گوشپت برگی بیای سب کود دست تو گوشپت دا بابا بلایو اگه ما طاله میگشتیم بر ملک مگر شمزه تا خاله میگشتیم پیار بابا برفته بابا کجا میدیم بابا 2 ساعت برد چه بابا جو برسون قبض برقه برون تحویل کنم بابا مال وقت قبض برقه چره؟ بابا خبر دارید داده من زنگ زد 2 ساعت خودی و بدم گوشی جنجال میکن میگو دگه می 1 ساعت و ثانیه به خونی رمزون نام دگه نمیشیرم چره؟ چی خاطره؟ خبر نداری که رمزون برشکست شده هرچی دیش باد و پناه زده همه دود شد برا بابا انال خوار و میگه روستاشون طلبگارا میره قراری کرده نیای احمد میره ممون نیای تک 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 2 بینجه شو 1 بینجه رو صبح چاش نمود دگه غیری که من در از این سرا جنجال صاف کنم رمزون بزن خود در بدر که خاک به سر که انالی بیای بابا بگو بیای ننر بگو بیای بشینه طلاق مرا رمزون بسره بد کت خوار تو اشتباه کت خوار تو راست میگیم بابا این گپ از زدنه من سرخ پیشکی بالا کنم راست میگیم بابا همین اقم سوال چی میگه به من خشابا چی که دخترم اون روز برفته طلاق خور رسونده میگم تا حال بخوایمی و کسی طلاق خور رسونده تو میگه پر میزنی بده برو سره رو بابا جون برمیزنی من که نباید طلاق خور بستو رو برمزو بابا جانی گپ از زدن نیه راست تو میگه گپ تبارا میکنی بابا خوار خوب بگفتم خوار من گپ نمیفهم میگم با دیگه 1 ساعت و ثانیه گردن و بعد با چنگه بخونی رمزون بشینو بد میکنن حالا من میره خودی گپ میزنم بابا چی گپ داری میگم بابا اون ننر بیا که بشینی برای سبا یا امیم رو طلاق من رمزون برو نه بابا سی کنی پیارمه به قومی ما به اجداد ما دختر و پیران سفید به خونی خوشوشو خورده
و کفان سفیدم و خونی شوخ و بیرون شده این رسم رواج نیه که خواهر بی عقل مریده بگه. آفرین خودتان که میفهم چرا میگه پتر بالا میکنی؟ تو انالی داده و گپ میفهمه. گفتم داده تو اشتباه کرده بس کرده انما میرا خود گپ میزنم. ولی بابا من میرم خود شما فهمیه انالی دیگه داده من میفهمونی. باران زمین آتر میشه غم نخور یار ما و بهتر میشه دانه های باران بباری دارمتر که گل زلفی یاریم پر میشه. الهی شکر خدایا همه زمین ها تر که دو بر تیشم میگم دست راست بیتر تیشی دست راست من تیر شکر این راسته نروز ان راست تیشیم. سلام علیکم. بیا سلام مامان بریم بیا دادی خب بری کجی بیا میگم عزیز بیا ای بابا بیایم اینجی مار میرختانه این دیونه کنه سلام علیکم مامان. بیا میگو رمضان به کجاه؟ قرآن رمضان اشتری کجی خوبی دیگه جان جو بخیر خیلی خوبه پیار مامان روز خوبی دیگه جان جو بخیر خیلی خودت تو دارم مامان روز گفت لار شدی جون ببرد بگی بابا از بحثی به سر قداد کشیدی به اولکی شده گپ سر نمیدونه بابا آرومتر گپ نگی کجای برات رمضان؟ بگم میفهم یا نه؟ سه کنی با بونز یعنی میلنده دو بسه بگم میفهمی رمضان برات کجایه؟ سلام علیکم. بیایی بابا بیایی به سلام برکنه گده برات کن مامان روز بیا بس شما کار دارم. سلام علیکم. بگو چی؟ اینجی بیا خوی اینجی داره چی؟ مامان روز دوقات شما برار ما بفهمیدی مرگی خودتو ندارم. بیا اینجی سکو بعدی از ما خودتره چرا ها میگم مامان روز پس چی بگه؟ بگه نه خب بگو هر روزه که برار می بیچاره چیز شده بچه بیشتر شد مامان روز چرا برار می نمیفهمی چرا قرضدار شد. ما چی خبر دارم براتون که براتون خبر دارم بابا 24 ساعت رفیق و رفیق بدیدش میبودی دولتش گوسفند میکش رفیق میمونده کدر نمیده که همه در بدرشون خاک به سرشون تا شام دختر شما خود برار مامان روز جنگ میکنه. حالی هر روزی که پولای خلاص شده روزی که پول داشت جنگ نمیکن روزی که پول داشت که برار میاد به خونه میامد میگفت یک گلاس چای بیار دو گلاس چای بیار یک سبزی میآورد یک سیاه میآورد خیلی میگه به زحمت نشی یک کدوم خوش دیگه هر روزی که پولا برار خلاص نشده تا شام جای شما خیلی به خونه ما جنگه تا شام جنگه. حالا که ما دادی که جیب تا شام با در سرا یک دم او میره در سرا مثلا پشت در میگه نیر رمضان یک دم میرم مشتری هایی که قرضدارا برار منه که اونایی که پول مایه اونایی که پول برار ما از اونا نمایه اونایی که اونا برار می پول مایه مفایده اونا از برار می پول مایه میفهمی نیه مردی اونه کردی خوب شما یک گوشیاری هم من یک گوشیاری هم کم که کسور خفا میکنم آره این چه بگه قرضدار بابا جون رمضان بپرسی بگو رمضان با کجایه رمضان؟ رمضان خوب بسرات نیه ماما با کجایه؟ همین تکال شما میری شاید 5 دقیقه میجه بستیم 5 نفر قرضدار دکم بیایه برارک من برشکست شده بریم به سرا اول داده من میفهمونی خودی شما نسیان داده تو نمیفهمه موفیان به اون میفهمونی تو که میفهمی نمیفهمی نه من چی برو کلا گنده دیگه بیایی باشه بیا شما چای برو مامان رو چای خوار من اول بفهمونی سلام علیکم مامان رو سلام علیکم نه یا شد گوپیان به طور میکوشه نه یا برو دیگه بابا نکنی واسان شما بیخی خراب شده دستم مخرم نکنم دختر شما همه سا خوش شما دیونی بیده برو بیچاره ملاده بارش هم بباره لالا سلام علیکم و علیکم سلام. لالا کجا بیدین لالا؟ سعید جا کجا بیدون؟ خانه با نمک شروع شد الحمدلله بارش دیدین لالا سکنی یعنی سکنی 5 دقیقه صبر کنی یک چکی میچکی سکنی تیاره حوصله سر دل ندارم یلا کن میتن هزار لالا به میتپه من خسور شما چرا میتپه مزه چرا اینجا کلوخی هنو هسته که چرا کجا بیده خسور مه سر از اون کوچه ما نارسیده به این کوچه به جلوی ما خود کجی گفتم با کجای رمضان گفتم رمضان بچه زمانشون با کجایه چی ماست خسور مزمه گفتم میریم به سرا میریم برای کار داری کجیر گفت
چی کار داشتم نگفتن کن. نه اعصابی نامی تا خراب نبود ماز برم من امروز خصوص محل من ماز خود ده رفتم روی سرا رفتم دیگه یعنی ته کلوخی به می تپیم از جاشم خیلی حالی چرا کلوخ به جون تو بزنه که چی گپ بوده البته رصد اینا خوردی چی گپ بوده که کلوخ به جون تو بزنه خلالا رصد خود حل خورده نمیتونم خیلی اعصاب پیر بچه خراب بوده یعنی تا با گفته برفت هرو بزن ما گفتم گپی نیه گاهی دم عروضه که لالا گپ زی کی در گرفته لالا دوده ما چون کیا خواتش زنگ زنیم با آتش بشونی یا لکو که ما وصلی از این گپا ندارم خسور ما برفته بلکه می دختر خب بفهمونه که دختر کمه آدم شه بفهمید یه روزی که من پول داشتم که گفتن لالا گفتن جاشم خیلی آفرین بگفتیم ببینیم بگفتی گفتم روزی که برال من پول داشتک زن لالا من یک گلاس دو گلاس چای اردم پیش مگدش هر روزی پولای خلاص شده چای نمیده با برال من داشون جنگ می چای نمیده چی که به خونه اکثر جنگ نیه انی ازون نمیان که شما نبودین لالا دو نفر بیامد درس را کی بیده؟ یکی گو 60,000 پول ما برارد و یکی دیگر گو 22,000 پول ما بدین لالا پولا از اینا اگه دو سر قبرستون خوب بیارم بودم پولا اینا اگه پول دیشته که من نمیخوستم اگه پول دیشته گذن شما بیا از این لالا شما خیلی واسه نیست بیه نمیگو او راز به پیش من بگو که من طلاق خواه برارتم استون کجا برم لالا با ما درد نکنه 33 بلای ما بهم رد میت زنه که وقتی پول دیشتی تو ماست باشه وقتی که با ندیشتی به نیستی تو نسازه لالا بفهمید این شرایط خب پول کلا خود چیزی پول داشته باشم من شمار مایو کاستتر گپزه پول داشته باشم میگم من شمار مایو اگه شرایط پول نداشته باشی پیر مادر آدم نمایه برار آدم نمایه زن آدم نمایه با دوست رفیق مایه لالا انی موشیاری نیو خاطر پول ندارم میگن تو دیونی اگه من دیونی هم باشم پول داشته باشم میگن تو شیری برو روزی که من پول داشتم تو برار میبودی کویشته چهار طرف تو طعم زد مردم که پول دارم برو خیره باشه مشکل نداره اگه زن باستی و نیستی ما بساخت خوب بساخت اگه نساخت ما از این زنم تیرم حالا برون خود خسور خم گپ میکنم بابا کاش که میشیشته بابا که دو بود شما دیگه خودی گپ میزنی بابا جون ما خود رمضان با گپ میزنه هر روز که دیدم خود گپ میزنه چه تو باشه گپ سوال نکو خودی جنجال نکو سلام بگیم و علیکم سلام آری بابا رمضان خوبی جواد خیلی سلامتی چه کار حضور بسرا نمیریم احسرا بیری شدیم چای بخوردم بدر شدن که ما خوب شد که تو رم بدیدم نه چاش ننالیم کجا زنده باشی سلامت رمضان من چی بهتون میگم ما دختر خود بفهموندم که دیگه خودتو جنجال نکنه خودتو غلغله نکنه بفهمیدی مدت تام دست برا پا برا باش تو چه قصدار شی تو چی خاطر قصدار شدی انسان آدمیزاد یک دم بالا یک دم پینه یک دم پولدار یک دم بی پوله چرا قرضدار شدم برشکست شدم بو شدم دیگه آدمیزاد خود جمع میکنه سعی کو براره به انمی کارا بگو خوار و باز طلاق خورستو بستونه نه براجو تو رد بی رفیق بگیم چهار طرف ما دیشتیم خوار تو جان و جگر به میگه فال مرگ و مفاجاه به میگه به خاطر که پول ندارم رمضان کجی تو چوب باش رمضان اگه 50% دختر ملامته 50% تو ملامته رد رفیق بزیر یلک و پیار خوبه کردم روز اولم تو گفتی رفیقا به درد تو نمیخوره همین رفیقا به که تو بسک کت سیاه بشون داره به در که خوک بسر که میگم من به چی به خوب بفهمم پول داری بود حال بی پولیه چه کار کنم خور بکشم که به خوب بفهمیدم همه به من معلوم شد از همه کرده به من زن معلوم شده تو دوست رفیق خوب جا خوب باشه امروز که من پول ندارم زن به ادعا طلاق کرده دوست رفیق خوب بیخی شاید ببین کوچه من ببینه مسیر خورم تقیده کار رمضان پول نداره که تو میگم الله میپنی خوشو همی گپه امروز که تو پول ندیشه زن آدم نمای کاکا شما که میتونه میگن کاکا خسرو اگه بشنه و پشت در باشه میگه الله پیار ما راست میگه باش که ای که پول نداره من این نماسته باشم نه پیار من پول بفهموندم من پول نصیحت کردم خیلی اما تام پا خود جمع کده که دیوزی برده جمع کردم دیگه پا خود از بیشتر چی جمع کنم همه معلوم شد دیگه فایده نداره دیگه خود من میفهم حساب غذا خود پولا خود مردم من میدم میره برات کار یا پولا اینا رو میدم یا خود من میته بدر میشم میرم به روخو میرم آخره بله مدا کار خوبی نمیکنی چه کار کنم کاکو بس رمضان جو سکو برو روزی که بود پول بود که امیت عامر
خوردیم و خواب شدیم و ایشه استراحت کردیم و میله رفتیم و چکر رفتیم. خب دیگه حالا که پول نی حالا به خوب چی بفهمم؟ به فکر آینده خوب باش. من میگم فکر آینده خوب باش. روزی که پول داشتم به فکر آینده خلاص کنم. عادی به بعد رمضان به خود جمع کنه. خب میگم باید جمع کنم. جواب می قرضدارا بدم تا بابا خود ذخیره کنم. ما برو مال خودی از این رمضان گپ میزنم. این رمضان پول تیار نکردم، پول هرچی ماستیم بگیم. گوشی خور جواب نمیدی ها؟ حالا گپ میزنم خودتو هم هستی. هم کنه بشه برادر. چی رقمه؟ چی روزه؟ چی حاله؟ چی هست که برادر ما یک بگه اشتباهی بکنیم از آدم پول داده. کاش که ما پول چیزی نمیدادیم. تا ما خراب نکردی تو برو بیا گوشی ما هم جواب نمیده. چی رقمه؟ سلام علیکم. نه سلام علیکم. سلام علیکم. علیک چی فایده؟ غیر از اینکه شما مردم ازرید ما رو بدونیم برو. این است که رمضان بعد خود ورسی ما خجالت میکشیم پیش تو. ما کارق میکنیم دیگه تو نمیفهم. کشیدم پیش شما. خب خجالت مگه بکشی؟ پس ما خجالت کشیم. بچه پات نمیشه برادر. بچه پات هم راه داره. این چی رقم تو گوشی خود چرا جواب نمیدی؟ چه کار کنم برادر؟ یک نفر که گوشی خود جواب دوم. دو نفر. حداقل هم جواب یک مسلمان رو بدی. جوابی که پول نمیشه چی جواب تو؟ خجالت نمیکشی دم سر روز بیام تک تک کنم. این خوب کاریه. چند روز میشه؟ چند وقت میشه؟ میفهمی برادر جو یک دو ماه سم موبایل ما صبر کو پولاتو خوشخوشک میدم. برادر چند وقت شد؟ تو گفتی موتر میخرم هم 30,000 تومان بعد یعنی بچم کی به تو مغزر پس پول تور میدم حالا هر چی زنگم میزنم تو گوشی ما جواب نمیده. دم سرام بیام کو بعد در نمردم. من میشرمم چه کار؟ بعد میفهمی برادر جو نه ما و شما رفیقیم که 24 ساعت جمع شیشته میدیم. نه خوب والله آفرین. من به تو ببخشم. روزی که پولا رو بیار دیگه گفتی دگم می به تو بیارم. یک اشتباهی بکردم حالا. من اشتباه خلقی بردم. که من اشتباه کردم مثلا تو پول دادم با گفتم دیگه می بیارم. من نمیفهمیدم این کارا میتونم رمضان. کار خوبی نمیکنی مثلا. امسال هم به یک گلک حالا برات دیگه پول نگرد برات پول آمدم لالا. از کجا بیارم تو؟ من با کجا کار ندارم. از زیر زمین میشه پول من بده که ما برو. من کجا پیدا کنم تو بگو. خاله من چه کار کنم برای ما بگو راه چهار روشن. یک ماه دیگه هم صبر کن. کشکشیم یک ماه دیگه هم میگه صبر. آخه خیلی صبر کنم دیگه صبر طاقت بده سر رفت. خیره باشه مینا هم بالای دیگه رو. هم دار و صبر کو برو دو پول به تو حتما اگه 30,000 تو نتونم 20,000 15,000 به تو رو برام میکنم. رمضان کار نکو که به جنجال ما تو کلون شه. جنجال کلون میشه. خوب هم نیست. رفاقت به هم میخوره. سلام علیک به هم میخوره. ما تیر از رفاقت دیگه میگه جنجال کنم یعنی رفاقت به هم زد. به رفاقت نفهمیدی. شب و روز به خونه به میله به ایباری بر به تا بالا خودی به شیشته نبود. صحیحه. قبول دارم رمضان جان مونتا. این هم خوب نیه که تو رفیق خوب برو پس بیا حتی رفیق داری به زیر رقم میشه. تو 10 تا نفر بازو که ما عادی شب رو شیشته بدیم بیا خونه. حالا خودی از این آدم می رقم میکنه. یک هفته بالا من صبر کو برو 10,000 به تو تیار میکنم. برو رمضان برو هر رقمش حالا سکو کم پیشی بیار اگر رمضان کم در دانم من داری پین بازم یک سیلی بکو برو. نه کجا سیل کنم البته به زیر دیوالا و درختا قایم کردم. واضح بگو کی بریم یک هفته دیگه به تو 10,000 رمضان یک هفته میمیته به قلم میمیته حساب میکنم روز به روز اگه ندادی گله نکنی رمضان. از ما آدم گنده‌تر دیگه کسی نیه. الان تو بگفتم من میکنم خود تو فکر کن دیگه. برو نون نمک متور بشرمونه. صحیحه. چه زب میلا رفتی خود من چه زب میمونی خود شیشته بدی. رفیق که الا هم به تا خوردی بیا خودتو جنجال کنه. ای خدا اشته شرایط شده. این رفیق، این دوست، این قوم، این خیش اینا همه می کاغذایی که به تمام دنیا سر امینایی که به تا کیسیتونه که برار تم است پیار تم است قوم خیش تم است مرده و زنده تو همه می کاغذای شرایط عالمیت شده. شرایط حال درک کردن نیه که بابا من 24 ساعت سر سفره از شیشته میدم. حالا اگه بر شکست شده با پس میتوه از این راسته میشه با پس شاید خدا وزی بده. خدای که بر شکست کرده پس میتونه به سر پای استاد کنه. منطقه نمیفهمم شرایطی نیه حاله.